میدونین رفقا، اولین کسی که پروفایل ما رو میبینه کیه؟ الله ذوالجلاله. اولین کسی که چتامونو میخونه قبل از اینکه به مخاطب برسه الله ذوالجلاله. میدونی اولین کسی که استوری ها، وضعیت ها و پستاتو میبینه فقط خداوند علیم و خبیره. تصور کن الان الله کنارت نشسته و داره میبینه به چیا تو گوشید داری نگاه میکنی. بیایم به حرمت خدا پروفایل ها، استوری ها، وضعیت ها، پستامون و گوشیمونو طوری درست بکنیم که وقتی الله میبینه فقط لبخند بزنه و کیف کنه. رفیق خوبم، دلت که گرفت دیگه منت زمینو نکش. راه آسمون همیشه بازه برات. اگه هیچ کی نیست خدا همیشه هست. باهاش حرف بزن، درد دل کن، نذار حرفات تو دلت بمونه. اینطوری بگو خدایا من فقط روی خود تو حساب باز کردم و بس. خدایا میدونم که همه گره ها دست تویه، فقط به دست خودت باز میشه. خدایا چاره همه بیچاره ها خودتی. خدایا کس همه بیکسا تویی. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ یه روزی تو نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد. از قضا زنگ موبایلش هم یه ترانه‌ای بود. بعد نماز همه نمازگزاران او رو سرزنش کردن و او رفت و دیگه به نماز نیامد. همون مرد رفت به یک کافه‌ای. در همین هنگام قلیون از دستش افتاد و شکست. مرد کافه چی؟ با خوشرویی گفت که اشکالی نداره عزیزم، فدای سرت. او از اون روز مشتری دائمی اون کافه شد. حکایت خیلی از ما هست. جای خدا بعضی ها رو مجازات میکنیم، جای خدا بعضی ها رو میبخشیم. شاید خیلی ها که نماز نمیان به خاطر بدخلقی ماست. سعی کنیم جای خدا نباشیم.